از 2 سال پیش تصمیم گرفتم به نسخه بهتری از خودم تبدیل شم. خب میدونی سامان 2 سال پیش مثل همه جوانای ایرانی احساس عقب موندن از کل دنیا رو میکرد. حس کمالگرایی، حس سرخوردگی با کلی تروما و عقده قاطی شده بود. رسما داشت خفم میکرد. یه روز تصمیم گرفتم شروع کنم به سرچ کردن و دنبال کردن موضوعات روانشناسی و یه سری سخنرانی‌های انگیزشی. از دکتر هولاکویی و مجتبی شکوری گرفته تا تیدی جیکس و استیو هاروی. انتظار داشتم در عرض چند وقت از این رو به اون روشم، ولی حدس بزنین چی شد. واسه چند روز حالم خوب بود، باز دوباره میرفتم سر خونه اول. انگار برام مثل یه مسکن عمل میکرد. وقتی اثرش میرفت دردش بیشتر به چشم میومد. اوه راستی یادم رفته بود یکی رو معرفی کنم. سلام، من همون یکیم. بچه‌ها مهندس بچه‌ها مهندسم قراره توی ویدیو همراهمون باشه. به قول مهندسه یه حرف قشنگی میزنه میگه. خودم میتونم بگم حرف خودم رو اگه اجازه بدی. خب باشه بگو. من همیشه میگم کاش که مثل موقعی که یه وسیله تازه میخریم کنارش یه دفترچه راهنما داره توضیح داده چطوری باید ازش استفاده کنیم. همون موقعی هم که ما به دنیا میایم یه چیزی مثل دفترچه راهنمای زندگی بهمون بدن تا بفهمیم چطوری باید زندگی کنیم و هدفمون از زندگی کردن چیه. اما غیر از اینکه راهنمای دقیقی نداشتیم، حتی یادم از همون زمان بچگی هر اتفاقی که میافتاد بزرگتران میگفتن اشکالی نداره، بزرگ میشی یادت میره. ولی الان میدونم که خیلی از مشکلات بزرگسالی ریشه تو بچگی دارن. واقعا هم همینطوره. اینو که گفتی یاد این حرف افتادم که همیشه از بچگی اگه یه چی پیش میومد که مثلا گریه میخواست بگیره، بزرگترا بهم میگفتن بابا مرد که گریه نمیکنه. ولی وقتی بزرگ شدم فهمیدم یه وقتایی مردم نیاز دارن گریه کنن، حتی از اون سیبیل کلوف داشت. حالا نمیخوام الان بحث این چیزا رو کنم، چون موضوع این ویدیو که خب ویدیو اولمونه بیشتر اینه که شناخت کوچیکی از من و محدثه و اینکه موضوع کانالمون چیه و اصلا قراره با هم به کجا برسیم و چه ارزشی ایجاد کنیم باشه. یه سری چالش ها و مشکلاتی هست که عملا بیشتر آدما تجربهش کردن یا دارن میکنن. قطعا شده بارها تجربه کرده باشین. خواستید برای یه مسئله مهم زندگیتون برنامه ریزی کنید. هر سری یه داستانی پیش اومده که حتی به شروع کردن برنامه هم نرسیدید، چه برسه به شکست خوردن یا موفق شدن توی برنامه‌تون. وای که من همیشه از این موضوع تو عذابم. 1000 بار برام پیش اومده به خودم گفتم من باید این کار رو شروع کنم. خیلی ساده است، فقط باید شروعش کنم. اما برای من همیشه اون شنبه‌ای که هیچ وقت از راه نمیرسه باعث عقب افتادن خودم از خودم میشه. دقیقاً مثل همین کانال یوتیوب که مدت‌ها منتظر یه روز ایدئال برای شروعش بودیم. اما خب بالاخره فهمیدیم که هیچ وقت اون روز ایدئال قرار نیست بیاد و ما فقط باید شروعش کنیم. دقیقاً. و خیلی از مشکلات دیگه که هممون درگیرش بودیم و هستیم و اگه الان روی خودمون کار نکنیم مطمئناً تا آخر عمرمون این مشکلات مثل یه سایه دنبالمون میکنن، حتی به نسل‌های بعدم ممکنه منتقل شن. ببینید بچه ها، ما قرار نیست مثل یه متخصص یا روانشناس بدون مدرک محتوا بسازیم یا بخوایم محتوای کسل کننده و کم ارزش تولید کنیم، بلکه قراره با هم مشکلاتمون رو اول ریشه یابی کنیم، بعد براش راه حل پیدا کنیم و کنار همدیگه رشد کنیم و نهایتاً به بهترین ورژن خودمون تبدیل شیم. ولی باید بهتون بگم توی این مسیر قرار من برای تک تک مشکلات و چالشامون تمام منابع معتبر خارجی رو شخم بزنم. در اصل از منابع درجه‌ای که توی لیست ارزشمندترین آثار نوشته شده تا به امروز باشن و بررسی میکنم و کلی نکته و راه حل ازشون برداشت میکنم و آخر سر کل مطالب مهم این منابع رو خیلی ساده و سریع مثل یه عصاره قهوه درجه 1 به خوردتون میدم. آخ آخ هوس قهوه کردم. حالا مهندسه قبل قهوه بذار یه چیزی ازت بپرسم. اگه بخوای برای رسیدن به بهترین ورژن خودت یه حرفی رو با آب طلا اینجا بنویسی اون چیه؟ خب برای اینکه آدم بخواد به بهترین ورژن خودش تبدیل بشه باید سوادش رو داشته باشه. ببین به نظر من آدم بی سواد به آدمی نمیگن که سر کلاس درس نشسته باشه. آدمی که هر روز سعی کنه یه قدم
فقط یه قدم به سمت نسخه بهتر خودش برداره باسواده. سواد یعنی رشد مداوم، یعنی هر روز یه قدم جلوتر از دیروز بودن. آدمی که دکترا داره اما داره تو جهل و رفتار تقلیدی از نسل‌های قبلش زندگی میکنه بیسواده. راستی میدونی طلا گرمی چنده؟ چه ربطی داشت؟ بابا گفتم با آب طلا. میدونی چقدر این جمله هزینه برمی داره؟ مسخره. شوخی کردم. ولی جدی بیاید یه قولی به هم بدیم که هر روز یه قدم جلوتر از دیروزمون باشیم. حرف آخرم این که فرقی نداره که دانش آموزی، دانشجویی، شاغلی یا حتی خونه داری. چند دقیقه وقت گذاشتن روی رشد خودت تو 24 ساعت کمترین کاریه که میتونی در حق خودت کنی. پس بیا با هم انجامش بدیم. توی ویدیو بعدی میبینمتون.